سلام دوست من. امروز 13 مهر ماه 1404 یک شنبه. قیمت نقره جهانی 1608 دلاره، یعنی با دلار 117 تومانی بزنی 180-190 میلیون پولشه که ماه گذشته 100 تومن 110 تومن بود. یعنی تو یه ماه، تو 2 ماه اخیر 2 برابر شده قیمتش. قیمت دلارم تو ایران میره بالا، یعنی قیمت ریال میاد پایین، یعنی تصاعدی میره بالا. این نقره بخرید، نقره حتما بخرید برادر من، خواهر من، حتما نقره بخرید. تو 2 ماه اخیر فکر کنم قیمتش 100 تومن 110 تومن بود. الان امروز تو ایران 200 تومن 210 تومن قیمتشه. هیچی مثل نقره نمیشه، هیچی مثل نقره نمیشه. الان نقره حتما بخرید. قرار نیست 1 کیلو بخرید، نیم کیلو بخرید، 5 گرم بخرید، 10 گرم بخرید، 20 گرم بخرید.